دعوت به مراسم گردنزنی. نویسنده ولادیمیر ناباکوف. مترجم احمد خزایی. انتشارات قطره. گوینده مهلا خندان. فصل 4. امی از سرکشی صبحگاهی رودیون استفاده کرد. از زیر دستهایش که سینی صبحانه رویش بود سرید و به درون سلول خزید. مدیر گفت اوهوی 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 و تردستانه سیلی از شکلات به راه انداخت. با پاشنه پا در را پشت سر بست و از لای سبیلش لندید. چه بچه شیطانی! در این گیرودار امی پشت میز چندک زده بود و خود را از چشم او پنهان کرده بود. رودیون که مهربانی از سر رویش میبارید گفت دارید کتاب میخوانید ها؟ سرگرمی با ارزشی است. سینسیناتوس میان که چشم از صفحه کتاب بردارد با کلمه 2 هجایی حرفش را تایید کرد. اما چشمایش دیگر کلمات را نمیخواند. رودیون وظایف غیر پیچیده‌اش را تمام کرد. با کهنه غباری را که در شعاع آفتاب میرقصید تاراند و عنکبوت غذا داد و رفت. امی هنوز چندک زده بود، اما کمی آزادتر و بی‌قیدتر و انگار روی فنر نشسته باشد اندکی پیش و تاب میخورد. بازوهای پوشیده از کرکش را صلیب کرده بود. دهان صورتی رنگش اندکی باز بود و مژه‌های بلند رنگ پریده‌اش که به سفیدی میزد همچنان که از روی میز به در نگاه میکرد به هم میخورد. حرکتی کاملا آشنا. به سرعت با هر انگشتی که رسید موی پنبه مانند را از روی شقیقه‌اش پس زد و نگاهی کجکی به سینسیناتوس انداخت که کتابش را کنار گذاشته بود و منتظر بود ببیند بعد چه اتفاق خواهد افتاد. سینسیناتوس گفت رفت. امی از چندک زدن درآمد، اما هنوز خم شده و به در نگاه میکرد. دست پاچه بود و نمیدانست چه کار کند. ناگهان نیشش باز شد و با نمایش ساق پای بالرینوارش به سوی در گریخت که البته قفل از آب درآمد. شال کمر مراکشیش هوای سلول را به تلاطم انداخته بود. سینسیناتوس همان سؤال همیشگیش را پرسید. امی جویده اسمش را گفت و جواب داد که 12 ساله است. سینسیناتوس پرسید و دلت برای من میسوزد؟ به این پاسخی نداد. کوزه گلی را که در گوشه‌ای بود برداشت و به طرف صورتش برد. خالی بود و صدای تهی بودن میداد. چند بار تویش هوهو کرد و دمی بعد عقب پرید. اینک با تیغه های شانه و تنها با تیغه های شانه و آرنجش به دیوار تکیه داده بود و روی پاهای کشیدش که در کفش‌های تخت صاف قرار داشت به جلو سر می‌خورد و راست می‌شد. لبخندی زد و سپس همچنان که سر می‌خورد به فهمی نفهمی اخم کرد. انگار که به خورشید دم غروب نگاه می‌کند. به سینسیناتوس نگاه کرد. شواهد نشان می‌داد که کودکی ناآرام و سرکش است. سینسیناتوس گفت ذره‌ای هم دلت برای من نمی‌سوزد؟ غیر ممکن است. تصورش را هم نمی‌توانم بکنم. بیا اینجا ای کبوتر کوچولوی خل. به من بگو چه روزی خواهم مرد. اما امی جوابی نداد. به پایین سرید و کف سلول نشست. همچنان که گونه‌هایش را روی زانوهای خمیده‌اش که لبه دامنش را روی آن پهن کرده بود می‌فشرد، آرام گرفت و نشست. امی لطفاً بگو. حتما تو همه چیز را راجع به مرگ من می‌دانی. پدرت سر میز ناهار صحبت کرده است. مادرت در آشپزخانه صحبت کرده است. همه دارند صحبت می‌کنند. دیروز روزنامه را بریده بودند و سوراخ معرکه‌ای درست کرده بودند. این یعنی که مردم راجع به آن بحث می‌کنند و من تنها کسی هستم. انگار که در گردباد افتاده باشد از کف سلول جست زد و به سوی در پرید و تق زدن به در را شروع کرد.
نه با کف دستهایش، بلکه با کونه دستهایش. موهای ابریشمی بورش به طره‌های بافته آویزانی ختم می‌شد. سینسیناتوس با خود متفکرانه گفت: اگر بچه نبودی، اگر روحت ذره‌ای از جلای روح من را داشت، مثل آن کهن شاعرانه روزگار در شب تار، دوامی دادی به خرد کلیددار. و با صدایی بلند گفت: امی، از تو خواهش میکنم و دست هم بر نخواهم داشت. به من بگو کی خواهم مرد. امی که ناخن میجوید به طرف میز که کتابها روی هم تلمبار شده و به شکل برج در آمده بود رفت. کتابی را با حرکتی شدید باز کرد. صفحه ها را چنان تند ورق زد که تقریبا کنده شد و آن را درقی بست و کتاب دیگری را برداشت. چیزکی موجبار مدام چهرهش را میپیمود. اول امی بینی ککمکیش را چین میانداخت. سپس لپش با فشار زبانش ورقلمبیده میشد. در تلق و طلوق کنان باز شد. رودیون که احتمالاً از سوراخ داخل را میپاییده تا اندازه عصبانی به درون آمد. بزن به چاک خانم جوان، این منم که به خاطر این کار توبیخ میشوم. امی خنده های تیز و گوشخراشی سر داد. دستهای خرچنگوارش را به این سو و آن سو حرکت داد و به سوی در باز دوید. در آستانه در ناگهان با دقت سحرآمیز رقصنده ایستاد و شاید برای بوسه فرستادن یا بستن پیمان سکوت از روی شانه‌اش به سینسیناتوس نگاه کرد. بیدرنگ با همان حرکات ناگهانی موزون و همچنان که با برداشتن قدم‌های دراز و پر جست و خیز به حالت دودن آمده بود، پا به فرار گذاشت و رفت. رودیون لند لند کنان، جرینگ جرینگ کنان، پاکشان به دنبالش رفت. سینسیناتوس فریاد زد: 1 دقیقه صبر کن. من همه کتاب‌ها را خواندم. فهرست کتاب‌ها را دوباره برایم بیاور. رودیون با لحن تمسخرآمیز و آزرده‌ای گفت: کتاب، و در را با صدایی پرطنین پشت سر بست. چه دلهره‌ای سینسیناتوس، چه دلهره‌ای، چه دلهره سختی سینسیناتوس. طنین دلخراش زنگ ساعت و عنکبوت چاق و چله و دیوارهای زرد و زبری پتوی سیاه پشمی، قیماق روی کاکائو. با 2 انگشت درست وسطش را بگیر و 1 تکه از روی کاکائو برش دار. دیگر پوششی صاف و 1 دست نیست، بلکه دامن قهوه‌ای کوچولوی پرچین و چروکی است. مایه زیرش ولرم، بفهمی نفهمی شیرین و مانده است. 3 تکه نان برشته با داغ‌هایی مثل پوسته لاک پشت. قالب کره گرد مزین به حروف اول نام مدیر. چه دلهره‌ای سینسیناتوس. 1 عالم خورده نان در رخت خواب. مدتی شکوه کرد. نالید، مفاصلش را به صدا درآورد. سپس از تخت برخاست. لباس راحتی نفرت انگیز را پوشید و شروع به پلکیدن کرد. 1 بار دیگر تمام جمله‌های کنده شده روی دیوار را بررسی کرد به امید اینکه جایی چیزی نو بیابد. مثل زاغچه تازه پر درآورده‌ای روی تنه بریده درختی مدت زیادی روی صندلی ایستاد و بی حرکت به سهم جیره بندی شده مسکنت بارش از آسمان نگاه کرد. کمی دیگر قدم زد. بار دیگر 8 قانون برای همبندها را که دیگر از برداشت خواند. 1. ترک ساختمان زندان اکیداً ممنوع است. 2. سر به زیر بودن زندانی مایه مباهات زندان است. 3. اکیداً از شما خواسته می شود که هر روز بین ساعت 1 و 3 بعد از ظهر سکوت را مراعات کنید. 4. اجازه پذیرایی از بانوان را ندارید. 5. آواز خواندن، رقصیدن و شوخی کردن با نگهبانان فقط با موافقت طرفین و در روزهای معین مجاز است. 6. پسندیده این است که زندانی رویاهای شبانه‌ای نداشته باشد که مضمون آنها ممکن است با موقعیت و وضع زندانی ناسازگار باشد و در صورت داشتن چنین رویاهایی باید بلافاصله آنها را سرکوب کند.
رویاهایی از قبیل مناظر پرشکوه، گردش با دوستان، شام با فامیل و همچنین روابط جنسی با اشخاصی که در زندگی واقعی و در حالت بیداری تحمل نزدیک شدن فرد نامرده را ندارند. فردی که چنین خوابهایی ببیند قانوناً مجرم و تجاوزکار شناخته خواهد شد. 7. زندانی تا آنجا که از مهمان دوستی زندان برخوردار است، به نوبه خود باید از شرکت در نظافت و دیگر کارهای کارکنان زندان تا اندازه‌ای که مشارکت گفته شده به او پیشنهاد شود، ابا نکند. 8. مدیریت در هیچ مورد مسئول گم شدن اموال یا خود همبند نخواهد بود. دلهره، سینسیناتوس. باز هم قدم بزن سینسیناتوس و با جامعت اول به دیوارها و سپس به صندلی بکش و آنها را گردگیری کن. دلهره. کتاب‌های تلمبار شده روی میز همگی خوانده شده بود و هرچند سینسیناتوس می‌دانست که همه را خوانده است، کتابی قطور را زیر و رو کرد و تویش گشت و به صفحه‌هایش نگاه انداخت. بیان که بنشیند، صفحه‌های آشنا را یک به یک ورق زد. مجله‌ای صحافی شده بود که روزگاری که به زحمت کسی به یاد می‌آورد منتشر شده بود. کتابخانه زندان که از نظر تعداد و کمیاب بودن کتاب‌هایش دومین کتابخانه شهر شمرده می‌شد، تعداد بسیاری از این نوع چیزهای عجیب و غریب داشت. اینها متعلق به دنیایی دور بود که در آن همه چیز از جوانی و جسارتی ذاتی می‌درخشید که از احترام به کاری سرچشمه می‌گرفت که صرف ساختن آنها می‌شد. آن سالهای روانی و سیلان عام بود. فلزاتی روغنکاری شده عملیات آکروباتی بی سر و صدایی انجام می‌دادند. الهام بخش خطوط هماهنگ جامعه مردان، نرما و انعطاف پذیری بیمانند بدنهای عضلانی بود. جامهای بیشکستگی و یک دست. پنجره‌های عظیمی که در گوشه ساختمان‌ها انحنا می‌خورد. دختری در لباس شنا مثل چلچله‌ای در چنان ارتفاعی بالای یک استخر به پرش در آمده بود که از آن ارتفاع بزرگتر از یک نعلبکی نمی‌نمود. کسی در پرش ارتفاع در هوا معلق مانده بود و چنان کوششی در این کار به خرج داده بود که اگر به خاطر چین‌های پرچموار شلوارکش نبود، به نظر می‌آمد که انگار در حال استراحتی کاهلانه است و آبجاری بود و همواره نرم می‌رفت. با شکوه آب فروریزنده، ریزه‌کاری‌های خیره کننده حمام‌ها، تموج اطلسی اقیانوس همراه با سایه‌ای دوباله که رویش می‌افتاد، همه چیز تابناک بود و برق می‌زد. همه چیز تند و مشتاقانه به سوی نوعی کمال می‌گرایید که مشخصش نبود اصطکاک بود. زندگی که انواع و اقسام وسوسه‌های دایره سر کیفش آورده بود و به پایکوبی برانگیخته بودش، چرخان به سوی چنان دوار سری می‌رفت که زمین سقوط کرد و سکندری خوران، افتان، ضعیف از قسیان و رخوت، باید آن را بازگویم، خود را به اصطلاح در بعدی جدید یافت. آری، هستی کهنه و فرسوده شده است و از آن روزهای افسانه‌ای چیزهای اندکی باز مانده است. یک جفت ماشین، 2 یا 3 چشمه و هیچ کس حسرت گذشته را نمی‌خورد و حتی خود مفهوم گذشته تغییر کرده است. سینسیناتوس اندیشید، اما شاید من این تصویرها را بد تفسیر می‌کنم. به این عصر خصوصیات عکسی که از آن گرفته شده را نسبت می‌دهم. وفور سایه‌ها، سیلاب‌های نور، برق شانه‌ای آفتاب سوخته، انعکاس نادر، گذارهای سیال از عنصری به عنصری دیگر. شاید تمامی اینها فقط به عکس‌های فوری مربوط می‌شود. به نوع خاصی از پرتونگار، به شکل‌های خاصی از آن هنر مربوط می‌شود. و دنیا هرگز واقعاً چنین مواج، چنین خیس و چنین چالاک نبوده است. درست همانطور که امروز دوربین‌های سادمان به شیوه خاص خود دنیای ما را که عجولانه سرهم بندی شده و رنگامیزی شده است ثبت می‌کنند. اما در این صورت شاید سینسیناتوس تند روی ورق کاغذی خط کشی شده به نوشتن پرداخت. من سوء تعبیر می‌کنم. با نسبت دادن به عصر، این وفور، این سیلاب‌ها، گذارهای سیال و دنیا هرگز واقعاً درست مثل نبوده است
اما این نشخوارها چگونه میتواند بر دلهره‌ام راه بندد؟ آه دلهره من، با تو، با خود چه کنم؟ چطور جرأت میکنند از من مخفی کنند؟ من که باید آزمایش بزرگترین درد را از سر بگذرانم. من که برای حفظ صورت ظاهر وقار به هر صورت دست بالا رنگ خواهم باخت، اما صدایم در نخواهد آمد. به هر صورت من قهرمان نیستم. باید در طی آن آزمایش تمام نیروها و توانایی‌هایم را ضبط و ربط کنم. من رفته رفته ضعیف میشوم. عدم اطمینان وحشت انگیز است. خب چرا به من نمیگویید؟ به من بگویید. اما نه، هر روز صبح مرا مجبور میکنید که دوباره بمیرم. از سوی دیگر اگر میتوانستم کاری کوچک را انجام دهم، ثبت کردن افکاری که درستیشان به اثبات رسیده است. روزی کسی آن را میخواند و ناگهان احساس میکند که گویی اولین بار است در کشوری عجیب و غریب از خواب بیدار شده است. آنچه قصد دارم بگویم این است که او را ناچار میکنم که ناگهان از خوشی به گریه بیفتد. چشمایش از اشک پر می شود و پس از آن که چنین شد دنیا به نظرش تمیزتر و تازه تر می آید. اما چطور می توانم شروع به نوشتن کنم هنگامی که نمیدانم وقت کافی خواهم داشت یا نه؟ و شکنجه هنگامی گریبان گیرت می شود که به خودت می گویی دیروز وقت کافی داشتی و دیگر بار فکر می کنی اگر همین دیروز شروع کرده بودم. به جای کار واضح و دقیقی که مورد احتیاج است، به جای آمادگی تدریجی روح برای آن صبحی که باید بیدار شود، وقتی که به روح دلو جلاد را تعارف می کنند تا در آن شستشو کنی، به جای کار، به جای آماده کردن روح، ناخواسته غرق در رویاهای مبتذل و بی‌معنی فرار می شوی. افسوس، رویای فرار. امروز که امی دوان دوان وارد شد و پا بر زمین میکوبید و میخندید، یعنی منظورم این است که نه، هنوز باید ثبت کنم. باید چیزی به جا بگذارم. من آدمی معمولی نیستم. تنها کسی هستم که بین شما زنده است. نه فقط چشمهایم و حس شنوایی و چشاییم فرق میکند. نه فقط حس بویاییم مثل گوز نیست. حس لامسم مثل خفاشی است. بلکه از همه مهمتر توانایی آن را دارم که تمام اینها را در یک نقطه به هم پیوند دهم. نه، راز هنوز فاش نشده است. حتی این فقط آتش زنه است و من حتی شروع نکردم که از آتش برافروختن از خود آتش صحبت کنم. زندگیم. یک بار وقتی که بچه بودم در گردش دور و دراز که مدرسه ترتیب داده بود، وقتی از دیگران جدا ماندم، گرچه ممکن است آن را در خواب دیده باشم، خود را زیر آفتاب خفه سر ظهر رفتم. در یک شهر خوابالود کوچک، چنان خوابالود که وقتی مردی که بر نیمکتی زیر دیواری دوغاب زده سفید سفید چرت میزد بالاخره برخاست تا به من کمک کند که راهم را بیابم، سایه آبیش روی دیوار بیدرنگ در پیش نیامد. آه، میدانم باید از من غفلتی سر زده باشد و سایه اصلاً این پا آن پا نکرد، بلکه باید گفت صرفاً روی ناهمواری‌های دیوار گیر کرد. اما چیزی که میخوام بگویم همین است. بین حرکات آن مرد و حرکت آن سایه کاهل، آن ثانیه، آن قش و ضعف، نوع بارز زمانی که من در آن زندگی میکنم وجود دارد. این توقف، این وقفه، هنگامی که قلب همچون پر است و من درباره رعشه ممتد نیز مایلم بنویسم. و در این باره که چگونه بخشی از افکارم همیشه حول آن بند ناف نامرئی متمرکز می شود که این جهان را به چیزی وصل می کند. به چیزی که هنوز قصد گفتنش را ندارم. اما چگونه می توانم در این باره بنویسم وقتی که می ترسم برای به پایان رساندن آن وقت نداشته باشم و از برانگیختن بیهوده تمام این اندیشه ها وحشت دارم. وقتی که او امروز به درون سلول دوید، فقط یک بچه. این است آنچه که میخواهم بگویم. فقط یک بچه با راههای فراری برای افکارم. با وزن یک شعر قدیمی از خود پرسیدم. نمیتواند شربتی زهرآلود به خورد نگهبان دهد؟ نمیتواند مرا نجات دهد؟ اگر فقط همان کودکی باقی بماند که هست
اما در عین حال پخته شود و بفهمد و در این صورت امکان پذیر خواهد بود. گونه های داغ و برافروخته‌اش، شبی سیاه و طوفانی، نجات، نجات. و من اشتباه می کنم که مدام تکرار می کنم در این جهان برایم پناهی نیست. هست. پیدایش خواهم کرد. در آبکندی پر آب در بیابان. لکه‌ای برف پوش در سایه خرسنگ کوهی بلند. گرچه برای سلامتی مضر است آنچه که دارم می کنم. در وضعیت فعلی سراپا ضعفم و خود را هیجان زده هم می کنم و ته توانم را تلف می کنم. چه دلخوره‌ای! آه چه دلخوره‌ای! و برایم واضح است که از ترسم هنوز آخرین پوسته را بر نداشتم. غرق در تفکر شد. سپس مداد را انداخت. برخاست به قدم زدن پرداخت. صدای زنگ ساعت به گوشش خورد. صدای قدم‌هایی که از زنگ ساعت همچون سکو استفاده می‌کرد. به زمین رسید. سکو در هوا محو شد. اما صدای پاها باقی ماند و در این هنگام 2 تن وارد سلول شدند. رودیون سوپ به دست و کتابدار با فهرست کتاب‌ها. کتابدار که مردی عظیم و جثه بود اما ظاهری بیمارگونه و رنگ پریده داشت و سایه‌هایی زیر چشم‌هایش دیده می‌شد، فرق سرش تاس بود و کپه مو آن را دوره کرده بود و تنه بلندش را در عرقگیری آبی پوشانده بود که جا به جا رنگش رفته بود و وصله‌های نیلی روی آرنجش داشت. دستهایش را در جیب‌های شلوارش که به تنگی گور بود کرده بود و کتابی قطور که جلد چرم مشکی داشت زیر بغل زده بود. پیش از این بار 1 بار سعادت دیدنش نصیب سینسیناتوس شده بود. کتابدار که وجه مشخصه صحبتش نوعی ایجاز آمیخته به سوء ظن بود گفت: فهرست. سینسیناتوس گفت: بسیار خوب، بگذارید بماند، چیزی انتخاب خواهم کرد. اگر مایلید 1 دقیقه تحمل بفرمایید، لطفاً بنشینید. اما اگر مایلید بروید. کتابدار گفت: بروم. بسیار خوب، در این صورت فهرست را از طریق رودیون برمیگردانم. بفرمایید، می توانید اینها را با خودتان ببرید. این مجله‌های قدیم‌ها عجب جالبند. می‌دانید با این جلد وزین انگار که با 1 تخت سنگ من به اعماق زمان فرو رفتم. ماجرایی مسحور کننده. کتابدار گفت: نه. چند تا دیگر هم برایم بیاورید. سالهایی را که می‌خواهم نسخه برداری خواهم کرد. 1 رمان هم برایم بیاورید. تازه باشد. دارید می‌روید؟ کارتان تمام شد؟ سینسیناتوس تنها که ماند برای خوردن سوپ دست به کار شد و در عین حال به ورق زدن فهرست پرداخت. قسمت اصلیش خوب چاپ شده بود. در میان متن چاپ شده عنوان‌های متعددی با دستخطی ریز اما دقیق با جوهر قرمز جا داده شده بود. برای کسی که متخصص نبود مشکل بود بتواند از فهرست سر در بیاورد. چرا که عنوان‌ها نه به ترتیب الفبا بلکه از روی شمار صفحات هر یک از آنها مرتب شده بود. با یادداشت‌های در این مورد که چند برگ اضافی برای جلوگیری از تکرار و دوباره نویسی در داخل این یا آن کتاب چسبانده شده است. از همین رو سینسیناتوس بیان که هیچ هدف معینی در ذهن داشته باشد به جستجو پرداخت و هر چیزی را که تصادفاً نظرش را می گرفت انتخاب کرد. فهرست چنان نگه داشته شده بود که نمونه و سرمشق تمیزی بود. و همین تمیزی فوق‌العاده وجود مجموعه‌ای از نقاشی‌ها را در پشت سفید یکی از اولین صفحات هرچه بیشتر شگفت‌آور کرده بود. این نقاشی‌ها را کودکی با مداد کشیده بود و معنی آنها در ابتدا دستگیر سینسیناتوس نشد. پایان فصل 4.